خیلی سلام بچه ها، بفرستم از کانال افر گیمینگ. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خفن و باحال دیگه از چنل ما. امروز اومدیم اخبار سیزن 4 رو بهتون بدیم. اولین اخبار راجع به کریت مشکی رنگ کال آف دیوتی موبایلی که کریت مشکی رنگ کال آف دیوتی موبایل حساب راستی یا فراموشتون نشه. اولین خبر راجع به کریت مشکی رنگ کال آف دیوتی موبایل داخل بخش رنگشه. طبق چیزایی که من در آوردم از خود کال آف دیوتی موبایل، هم طبق چیزایی که خودش داخل پیجاش و چنلاش گفته، جوایز کریت مشکی رنگ یا احتمال لژند بودنش که خیلی کمه. طبق چیزی که گفته احتمال داره متیک باشه، احتمال متیک بودن اون جوایز باشه، احتمال داره جایزه متیک باشه و یا احتمال داره اسکین متیک باشه. نه طبق چیزی که کال آف دیوتی موبایل گفته قراره یه دونه اسکین به ما بده و احتمالاً اون اسکین تمپلار یا گستمتیک باشه، چون که درخواستا زیر کامنتاش خیلی بوده. گفته چی بدم برای جایزه. بعضیا گفتن مثلا گانمتیک بده، نه چه گانمتیکی، حالا گانمتیک نگفته، گفته خیلی گانمتیک بده. بعضیا گفتن گستمتیک یا تمپلار رو بده و نظرسنجی گذاشته بود و اسکین رأی بیشتری آورد. حالا از کال آف دیوتی همونطور که همه دارن میگن، از کال آف دیوتی هیچی بعید نیست. مثل هم ایونت 117 متیک که هی میگفتن مثلا نمیده فلان بامون، اما طبق اخبار دیگه که من راجع به این چیز فهمیدم میخواد میذاره، چون که تمام آمار پلیرها رو داره که چند تا از این کارتا دارن، چی کار میکنن با این کارتا و اینا. آمار کلشون رو داره و کال آف دیوتی موبایل گفته که نگفته، یه جورای غیر مستقیم داخل یه دونه توییت زده بود، غیر مستقیم داخل شبکه اجتماعی اکس یا هم توییتر ثابت یه دونه توییت زده بود، گفته بود که گفته بود که احتمالاً غیر مستقیم گفته بود و ایونت رو میذارم. میخوام خلاصش بدم شما که احتمال ایونت رو بذاره تا وقتی که همه بتونن صدر متیک رو بردارن. اما اگر هم این کار نکنه، طبق اخبار دیگه که اومده، چون که خبر ممکنه تصویب بشه و یا کال آف دیوتی موبایل دوباره گولمون زنه باشه. طبق اخبار همین چند روز پیش به دست من رسید، گفتن این خبر احتمالش خیلی کمه، حداقل 5% احتمال داره چنین اتفاقی بیفته. اما کال آف دیوتی موبایل این خبر رو تایید کرده که الان دارم بهتون میگم. کال آف دیوتی موبایل اومده گفته که برای کسایی که هنوز 117 متیک رو نتونستن بگیرن و نگرفتنش، این خبر خوش داره. خبر خوشمون اینه که برای اگر خیلی خوش شانس باشین، و خوش شانس البته رفت نداره، خیلی خوش شانس ولی خوش شانس باشین، احتمالاً که نه، خبر رو تاییدش کرده، گفته که اونایی که هنوز 117 متیک لاوا یا همون نمیدونم ریمیکس چیه، بکنم ریمیکسه، هنوز نگرفتنشه، به احتمال زیاد قراره اونه رو به صورت رایگان 3 تا 7 روز، یعنی زیر 3 روز نمیده، یا 5 روز میده یا 6 روز میده، یا اگه خیلی خوششانس باشین 7 روز اون کار رو بهتون میده. بعد 7 روز دیگه مهلتش تموم
جبار بردار جبه متیک که نه باکس. یه خبر خوشی دیگه برای کسایی که هنوز 117 متیک رو نگرفتنه. چه خبر خوش دارم براتون. نگرفتین چه؟ قراره یه دونه دیگه به همین شکل 117 متیک آیس، این دفعه آیس یخی 117 متیک یخی به بازی اضافه بشه که اونم شاید احتمالا مثل همین ایونت رایگان و با توکن باشه. 4 تا گان لجند رایگان دیگه هم قراره به بازی اضافه بشن که احتمالا داخل سیزن 4 یا 5 اضافه بشن که اونم یه دونه کیارم داره، یه دونه SMG داره. دیگه خدمت شما دوستان عزیز بگم قرار اون اضافه بشن. مثل همون گان سامورایی ها هستن که تو همین چیزش همون طوریه. 3 تا 3 میلیون از اون توکناشو بهتون میده اگر خیلی خوش شانسشون. کلا 70 تا 75 تا هر کدوم از اون هم 100 تا یا 1 میلیونه. اگه خیلی خوش شانس باشید میتونید در همون گرونه اول یا دوم یا سوم میتونید بازید. و همکاری شرکت اکتیویژن با انیمه، 2 تا انیمه قراره 2 تا گان انیمه قرار بیاد که تا حالا مثلش نیومده بوده. برای مثلش نبوده گان انیمه مثلا. خیلی گانهای خوبی هستن. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و خبرهای خوبی رو به شما رسونده باشم. یه دونه خبر دیگه هم یادم رفت بچه‌ها، من خبرها رو به سختی میشینم پیدا میکنم، کلی میرم میگردم، یعنی جایی که من اینا رو پیدا میکنم هیچ کس نمیتونه اینا رو پیدا کنه. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. خداحافظ.